Anam! Tut bیا! اب شیمان نشوی! anam من تو نگویم زود بیا! بابا غفور التماس گوسفنده سر دادم اما نمیکشد. گم شو از اینجا. امت که من خودم همراهش دارم. سر داد گوسفنده گم شو از اینجا. رفت تو بشرت من نبینم. رفت تو دلست نومر برو بجم یا فقط خطی زنک و کار داری. برو بجم گم شو از اینجا. گم شو میگم هم صاحب بزرگستان. استغفرالله. برو بجم بس سر بجم خونه رفت برو بجم تست خونه رفت بازی نبیام تست خونه رفت غفور جون داریش سفید صدقه کارت که افتید غلام میشوی. کارم که افتد خود را خواجه بگیری. این حیله نمیگذارد. غفور جون آخر من نمیتونستم کنم. غفور جان بابا میگفتی کو نظرت نمیگیریم. صد بار گفتم که بابا نگوی مرا مسخره میکردی. بابای غفار در پیش من زالی نکن. در راه ایزای خدا. الله اکبر. التماس نکش آخر حیوان بیعقل از کجا بداند که شما قسم خورده اید؟ حیوان عقل ندارد. صاحبش عقل ندارد. آی بی نعمت شده است. حالا من او را از سیخ کباب میگذرانم. سلام این کاری تو از سیخ کباب بگذرانی دو پاره میکنی اختیارات. من خواستی خودم را میکنم. فهمه؟ غفور جون نخود من با شما دشمن باشم. ضرر رسانده را کی بدهد؟ آکا جون نگو اکا سنم. ببخشید آخر گوش کن سنم. با من باشد همه این بغراخ صدقه یک طوری موید. لیکن همش عیب خودت. چی خیلی عیبی من؟ اگر راضی می شدی گوسفندان را سرده؟ سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ او شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید. چرا با چشم من اینطور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود عاشق پیاز. باز چیکار کنم؟ غفور جون گوسفندا رو به خانه هی کنید. محکم کنه پنه خدا شو دیگه. تقدیر قسمتمون چی که نوشته شده باشه دیگر از من کجا میگریزید. غفور جون التماس دیگر گسل نکنید. معلش من روزی خواستگار پریسانم. نمیدونم. خودم میدونم. جونه که بوده